جنگ‌های صلیبی قطعاً هممون یه بار بازیش کردیم. بریم ببینیم تو اصل چی بوده. امپراتوری بیزانس یا همون روم شرقی بعد از شکست تو نبرد ملازگرد به شدت عقب رانده شد و کم کم آناتولی و آسیای صغیر رو از دست داد. وقتی که ترکان سلجوقی به پشت دروازه‌های قسطنطنیه رسیده بودند، امپراتور الکسیوس به پاپ اوربان نامه فرستاد و درخواست کمک کرد. پاپ اوربان دوم به دو منظور درخواست امپراتور الکسیوس رو قبول کرد. اول اینکه میدونست قسطنطنیه دروازه ورود به اروپا است و نباید دست ترکان سلجوقی بیفته. دومین دلیل همین بود که اون میخواست دو کلیسای شرق و غرب رو یکی کنه و قدرت خودش رو بیشتر. پس درخواست الکسیوس رو قبول کرد. پاپ اوربان تمام اسقف‌ها و گردنکلف‌های کلیسا رو توی شورای کلرمونت دور هم جمع کرد و اعلام کرد که همه تیزیاشون رو بردارن میریم دعوا. حالا اینکه شوخی بود، ولی پاپ اعلام کرد که همه مسیحی‌ها باید آماده جنگ بشن و سرزمین‌های مقدس رو از مسلمان‌ها پس بگیرن. ملحق شدن به صلیبیون یه امتیازایی هم داشت که جالبه بدونید. این یکی خیلی خوبه. هر کی به جنگ میرفت تمام گناه‌های گذشته آینده بخشیده میشدن. از همه عوارض و صدقه‌های دینی هم معاف بود. حالا هر کی هم اینایی که میرفتن جنگ و مسخره میکرد توسط پاپ و کلیسا فشکش اصطلاحاً تکفیر میشد. 3 ماه بعد از دعوت پاپ 40,000 نفر از مردمی که بیشترشون مردم عادی و غیر نظامی ولگردها و حتی روسپی‌ها بودن، حالا منم مثل شما نمیدونم این عزیزان بیزینسی می‌خواستن چه کمکی کنن اونجا، ولی خب خلاصه نیتشون خیره. توی مسیر مدام به این گروه اضافه می‌شدن تا جایی که بعضی تعداد اونها رو 1,000,000 نفر تخمین می‌زدن که یه بنده خدایی به اسم پیتر زاهد اینا رو رهبری می‌کرده که این دسته به لشکرکشی توحیدستان معروف شد. برای بیشتر شدن سرعت و راحتی بیشتر این لشکر به 4 گروه تقسیم شد و هر کدوم از یه مسیر به سمت قسطنطنیه حرکت کردند. در مسیر نامردی نکردن و هر آبادی تو راهشون میدیدن غارت میکردن و البته بی جواب هم نموند و چند بار توسط حاکم بلگراد و پادشاهی مجارستان بهشون حمله شد و تلفات سنگینی دادن. بالاخره بعد از کلی درگیری به مرزهای امپراتوری بیزانس رسیدن و پشت مرز موندن. شروع به غارت کردن و الکسیوس دید هوا پسه و این لشکر به شدت مشکل سازه، پس ترتیبی داد تا همه با کشتی به مرز قسطنطنیه و امپراتوری سلجوقی برده شن. صلیبیون خوشحال از اینکه به هدفشون نزدیک شدن شروع به حرکت به سمت شهر نیقیه کردن. اونا اصلا نمیدونستن که قوای قلیچ ارسلان چه آشی براشون پخته. صلیبیون در حال اتراق بودن که ارتش سلجوقی و قلیچ ارسلان با حملات ایذایی و تلفات سنگینی بهشون وارد کرد و در نهایت با یک حمله گسترده تمام اونها رو نابود کرد. و به این شکل بود که اولین یورش صلیبیون ناکام بود. بعد از شکست توحیدستان، پاپ اوربان اصلا تو کتش نرفت و در سال 1096 میلادی به همه شاهزاده‌ها، شوالیه‌ها و کاتاکولفت‌های اروپا نامه نوشت و دستور داد که برن و این دفعه سرزمین مقدس رو فتح کنن. از اونجایی که اون زمان ارثیه پدر فقط به بچه اول میرسید و بقیه فقط یه موز گیرشون میومد و همه اشغالاتی بودن، تعداد زیادی از شوالیه‌ها و شاهزاده‌ها برای به دست آوردن مال و منصب دعوت پاپ رو قبول کردن و به بهانه آزادی سرزمین مقدس به سمت بیزانس به حرکت افتادند. این لشکر مجهز به 4 گروه تقسیم شدند و از 4 مسیر مختلف به سمت قسطنطنیه به راه افتادند. گروه اول مردم شمال فرانسه بودند به فرماندهی گادفری بوبلن و برادرش بودوئن حاکم فلاندر. گروه دوم مردم جنوب فرانسه بودند به فرماندهی رایمون حاکم تولوز. گروه سوم قوم نورمان ایتالیا به فرماندهی تانگرد و بوهمون. گروه چهارم فرانسوی‌های ایل دو فرانس بودند به فرماندهی هوگ دورو ماندوا برادر پادشاه فرانسه فیلیپ اول. حالا نکته جالب اینجاست که نیروها همه از اشراف‌زاده‌ها و شاهزاده‌ها بودند و 3 پادشاه بزرگ اروپا یعنی پادشاه فرانسه، انگلستان و آلمان هیچ کدوم پاپ رو به شست پاشون هم حساب نکرده بودن و نیروی نفرستاده بودن. پاپ هم نامردی نکرده بود و همشون رو تکفیر کرده بود. در مورد تعداد این لشکر اختلاف نظرهایی هست. آلبر ماله میگه که تعداد سپاهیان 300,000 نفر بوده، در حالی که ویلدولاند این اعتقاد رو نداشته و حدود تعداد رو 30,000 نفر میدونسته. این وسط یه بنده خدایی به اسم گوستاو لوبون که فکر کنم جنس خوبی مصرف کرده بوده گفته که تعداد صلیبیون به 700,000 نفر میرسیده. بالاخره ارتش صلیبیون به پایتخت بیزانس میرسن.
آلکسیوس وقتی این ارتش عظیم رو میبینه آب تو دهنش خوش میشه و به فرمانده‌های قوای صلیبی پیشنهاد میده که امکانات سفر و تدارکات جنگ رو براشون فراهم میکنه، به شرط اینکه با اون پیمان وفاداری ببندن و با دریافت کلی شیتیل و طلا و نوکرم چاکرم تمام فرمانده‌های صلیبی با آلکسیوس بیعت میکنن. سال 1097 میلادی ارتش صلیبیون از تنگه بسفر عبور و به سمت شهر نیقیه حرکت میکنه. شهر توسط صلیبیون محاصره میشه و آلکسیوس به مردم اطمینان میده که اگه تسلیم بشن به کسی آسیبی نمیرسه. شهر تسلیم قوای صلیبی میشه و صلیبیون بعد یه قره ریز به خاطر این پیروزی به سمت شهر انطاکیه حرکت کردند که در نزدیکی شهر دورلیوم با قوای قلیچ ارسلان شاخ به شاخ شدند و بعد از یک جنگ خونین صلیبیون موفق شدن قوای سلجوقی رو شکست بدن و به حرکت خودشون ادامه بدن. صلیبیون شهرهای قونیه، قیصریه، ترسوس، مرعش و ادسا رو قبل رسیدن به انطاکیه فتح کردن و دچار تلفات زیادی شدن و تلفات زیادی هم از قوای سلجوقی گرفتن. در نهایت به پشت دروازه شهر انطاکیه رسیدن و شهر رو به محاصره خودشون درآوردن. شهر به شدت در مقابل قوای صلیبی مقاومت می‌کرد و صلیبیون توان فتح انطاکیه رو نداشتن. از طرفی ترس اینو داشتن که نیروهای سلجوقی از پشت اونا رو قیچی کنن. محاصره انطاکیه 8 ماه طول کشید. تقریبا همه از فتح شهر ناامید شدن و به فکر دور زدن شهر و ادامه مسیر بودن. بالاخره با خیانت یکی از ارامنه که نگهبان یکی از برج‌های شهر بود، نیروهای صلیبی موفق شدن به داخل شهر رخنه کنن و شهر انطاکیه سقوط کرد. او همون تازه وارد شهر شده بود که متوجه شد شهر توسط نیروهای امیر موصل یعنی کربوقا محاصره شده. صلیبیون وقتی صلیب مقدس رو داخل کلیسای شهر پیدا کردن شور عجیبی میگیرن و به سمت نیروهای موصل حمله میکنن و اونا رو به عقب میرونن. بعد از تمام شدن جنگ صلیبیون به خاطر دلاوری و بچه پررو بودن بوهمون بهش گفتن حلالت باشه و اونو به عنوان امیر دوکنشین انطاکیه انتخاب کردن. انطاکیه تا 175 سال بعد سنگر قدرتمندی برای صلیبیون بود. بالاخره بعد از کلی تور کویرگردی ارتش صلیبیون در سال 1099 میلادی به پشت دیوارهای اورشلیم رسید. اگه تا اینجا از محتوای ما راضی بودین لایک فراموش نشه. میتونین ما رو سابسکرایب کنید و ویدیوهای بعدیمون هم تماشا کنید. خارج از شهر اورشلیم منطقه‌ای خشک و بدون گیاه، خالی از منابع آب و غذا بود. هیچ دورنمایی برای رسیدن نیروی کمکی وجود نداشت. حتی ترس این که حاکم‌های محلی فاطمی هم حمله کنند زیاد بود. امید پیروزی کم بود. صلیبیون نیرو و تدارکات و زمان کافی نداشتند. از طرفی اختلافات داخلی فرمانده‌های صلیبی بالا گرفته بود و هر کس گوشه‌ای برای خودش رو دودآ زده بود. اولین حمله شروع شد. ارتش صلیبیون موفق شد به دیوار بیرونی نفوذ کنه ولی تو نفوذ به دیوار داخلی ناکام موند و عقب نشینی کرد. حمله نهایی 13 جولای شروع شد. نیروهای ریموند به دروازه جنوبی و تانگرد به دروازه‌های شمالی حمله کردند. مدافعان مقاومت می‌کردند ولی به تدریج تانگرد پیش رفت و 15 جولای استحکامات درونی دروازه شمالی تسخیر شد. تانگرد به داخل شهر رسید. نگهبان‌های دروازه جنوبی بعد از شنیدن سکوت دروازه شمالی به سمت ارگ فرار کردند و ریموند وارد شهر شد. بعد از فتح کامل شهر توسط صلیبیون قتل عام بزرگی شروع شد. تمام مسلمان‌ها، زن، مرد، پیر، جوان همه کشته شدند. یهودیانی که داخل کنیسه‌های جامع پناه گرفته بودند همراه با کنیسه سوزانده شدند. کشتار وحشتناکی در جریان بود و به طوری که نقل میشه جویهای خون تا زانوی اسب‌ها میرسیده. 22 جولای شورای داخل کلیسای معبد مقدس برپا شد تا صلیبیون پادشاهی برای قلمرو مقدس پیدا کنند. ریموند از تولوز انتخاب صلیبیون بود ولی اون قبول نکرد. شاید میخواست تقواش رو نشون بده و دوست داشت بقیه باز اصرار کنن تا قبول کنن ولی زهی خیال باطل. صلیبیون این دفعه به گادفری پیشنهاد دادن. گادفری گفت که دوست نداره در سرزمینی که تاج خار به سر مسیح گذاشتن تاج طلایی به سرش بذاره ولی به عنوان حامی سرزمین مقدس خدمت میکنه. در واقع به صورت تلویحی پادشاهی رو قبول میکنه و میشه اولین پادشاه قلمرو بهشت. خب دوستان به آخر داستان رسیدیم. امیدوارم لذت برده باشین. لایک و سابسکرایب یادتون نره. نظراتتون رو دوست دارم ببینم چیه. در پناه حق پیروز و موفق باشید.